سلام، من محدثم و اینجا بهتون کیف دوزی رو آموزش میدم. کانالمو سابسکرایب کن و بیا با هم دیگه بریم این ویدیو رو ببینیم. ویدیو رو هم لایک کن، نظرت هم برام بنویس. یک تکه 20 درسی دارم که به این شکل بالاش رو هلال کردم و ازش 2 برش زدم و بهش لای چسب نمدی چسبوندم. قسمتایی که نشون دادم و چرخ میکنم، قسمت پایین رو باز میذارم. دور تا دورش رو درزش رو سبک میکنم و چرت میزنم، یا از قیچی دالبر استفاده میکنم که نیاز به چرت زدن نداشته باشه. این قسمت رو برمیگردونم و روی این تکه 25 در 20 که پایینش رو هر طرف 2 سانت خالی کردم میذارم و این قسمت که نشون میدم رو چرخ میکنم. به شکلی چرخ میکنم که پشت کار یک جیب ایجاد بشه. بعد از اون زیپ رو که کمی کوتاه‌تر از طول قطعه بدنه هست، اول سر زیپش رو جا میندازم و بعد 2 طرف زیپ رو یک تکه پارچه از پارچه بدنه کیفم چرخ میکنم. سر زیپ رو که جا انداختم، بعد از اون پارچه 4 در 4 سانتی متری رو به این شکل روی لبه قرار میدم، لبه زیپ، و این قسمت رو چرخ میکنم. بعد از اینکه اون قسمت رو چرخ کردم، لبه رو برمیگردونم و به این شکل روی لبه زیپ پارچه رو کاملا فیکس میکنم و چرخ میکنم. برای طرف دوم زیپ هم همین کار رو تکرار میکنم. این قسمت رو که کامل دوختم برای این هستش که کنارهای زیپ لبه این کیف هم مرتب ایسته و به سمت داخل کشیده نشه. من اینجا از زیپ استخوانی استفاده کردم، شما میتونید از زیپ پلاستیکی فلزی استخوانی استفاده بکنید. طرف دوم رو هم به همین شکل چرخ میکنم و بعد از اون میرم سراغ دوخت زیپ به لبه قسمت بدن کیفم و همزمان آستایی رو هم بهش متصل میکنم. به این شکل روی لبه قرار میدم، به طوری که از 2 طرف به یک اندازه فاصله داشته باشه لبه زیپم. زیپم باید حدود 5 سانت کوتاه‌تر از طول پارچه بدنه باشه. آستایی رو این قسمت قرار میدم و روی لبه زیپ چرخ میکنم. بعد از اینکه به سمت اول چرخ کردم و برگردوندم و از رو هم چرخ کردم، طرف دوم بدنه رو هم میارم، اون قسمت اضافه جیب پشتی کیفم رو به سمت داخل تا میزنم که زمانی که دارم چرخ کاری میکنم نیاد بین کار و خراب نشه. زیپ رو روی لبه این قسمت هم قرار میدم و کاملا چرخ میکنم. کاملا مرتب قرارش میدم، تنظیمش میکنم که بدنه ها رو به روی هم قرار بگیره و لبه های زیپ از لبه های پارچه مثل طرف اول به یک اندازه فاصله داشته باشه. آستایی رو هم چرخ میکنم و بعد برمیگردم و از رو هم یک دور چرخ میکنم. بعد از اینکه زیپ رو دوختم، حالا میام قسمت های بدنه اصلی رو روی هم فیکس میکنم و قسمت های آستایی رو روی هم دیگه. بهترین علامت من هم این درز وسط هست که این 2 تا درز هم باید روی هم دیگه فیکس بشه. یک قسمت از آستایی رو باز میذارم و بقیه قسمت های کار رو دور تا دورش رو چرخ میکنم. بعد از اینکه کامل چرخ کردم، گوشه های کار رو که به صورت مربعی خالی کرده بودم، من اینجا مربع 2 در 2 در نظر گرفتم، باز میکنم و به همین شکلی که میبینید همه 4 گوشه رو چرخ میکنم. بعد از اینکه این قسمت ها رو چرخ کردم، کار رو به رو برمیگردونم از همون قسمتی که باز گذاشته بودم.
کامل مرتبش میکنم و درز رو چرخ میکنم و در نهایت به این قسمت دربی که قرار دادم اینجا یه دکمه پرس میکنم.